سوال 81 مربوط میشه به سطوح 3 یادگیری. گفته اگر 3 مول از این ترکیب داشته باشیم و با 48 گرم گاز اکسیژن واکنش بده، بگین در این ترکیب چند تا اتم هیدروژن وجود داره. خب اول باید معادله رو موازنه کنیم. به این یک ضریب یک تعلق میگیره. کربونا 4 تاست، اینجا 4 میذاریم. هیدروژنا n تاست، اینجا میذاریم n دوم. برای اینکه کسر رو از بین ببریم، همه رو اونایی که معلوم شده رو در 2 ضرب میکنیم، میشه 2 8 و n. بنابراین اکسیژن ها در سمت راست شد 16 به اضافه n. این طرف 4 تا که اینجاست، پس اینجا باید 12 به اضافه n باشه. برای اینکه 12 به علاوه n ضریب اکسیژن باشه و در این 2 ضرب بشه، میشه 12 به اضافه n دوم که تعداد اکسیژن ها موازنه بشه. باز اگر بخوام حتی این کسر هم نداشته باشیم، باز همه رو در 2 ضرب میکنیم و این 2 از بین میره. بنابراین به بقیه هم کار نداریم. بنابراین ضریب این ترکیب ما که معلوم مسئله هست 4 و ضریب این هست 12 به اضافه n که ما این ضریب رو اینجا لازم داریم. خب اینجا مول هست، فقط همین ضریب کافیه. اینجا هم که گرم بود، باید جرم مولی رو بنویسیم. بعد فقط دیگه باید این کسر رو ساده کنیم. مثلا به 16 این میشه 3 دوم. این 3 با این ساده میشه 1 دهم. این 4 با این 2 ساده میشه 2. بنابراین 12 به اضافه n ضرب در 1 دهم شده 2. حالا برای اینکه این اعشار هم از بین بره، میگیم 12 به اضافه n مساوی 20 و n به دست میاد 8.